اگر تنبک رو به 3 ناحیه تقسیم کنیم که شامل ناحیه مرکزی، ناحیه میانی و ناحیه کناره میشه، حرکت تنب با دست راست توی ناحیه میانی زده میشه. به این صورت که انگشتامون کنار هم قرار میگیره و انگشت شست روی بند اول انگشت اشاره قرار میگیره. دستمون باید فاصلش از بدنمون جدا باشه و یه زاویه 90 درجه رو تشکیل بده. برای زدن حرکت تنب دست باید از مچ خم بشه. به این صورت. باید توجه داشته باشیم که اینجا میخوایم که بند اول انگشتمون پوست تنبک رو لمس بکنه و به هیچ وجه ناخن نباید پوست تنبک رو لمس بکنه.